درود دوستان، همونطور که میدونید سکه‌های ماشینی ایران از دوران ناصرالدین شاه قاجار ضربشون شروع شد. برای اینکه بهتر بتونید تو ذهنتون طبقه بندی کنید، من خلاصه سالهای حکومت شاه‌های مختلف که سکه‌های ماشینی ضرب کردن رو براتون آماده کردم. اولیش ناصرالدین شاه قاجار، ملقب به شاه صاحب قران، کسی که حدود 50 سال بر تخت پادشاهی نشست. ناصرالدین شاه از سال 1264 قمری تا 1313 حکومت کرد. سال شمسی اون هم از سال 1227 تا 1275 شمسی. او نخستین پادشاه ایرانی بود که سفر فرنگ رفت. به عکاسی علاقه داشت و دوربینی خرید، اما دوربینش نتوانست تصویر واقعی ملت خود را نشان دهد. دومین شاه قاجار، مظفرالدین شاه قاجار، مدت حکومت حدود 11 سال، از سال 1313 قمری تا 1324 و سال شمسیش هم 1275 تا 1285. او مشروطه را امضا کرد، اما مرگ زود هنگامش اجازه نداد معنای آن را کامل متوجه بشود. سومین پادشاه قاجار، محمد علی شاه قاجار، مدت حکومت 3 سال، از سال 1324 قمری تا 1327 و سال شمسی از سال 1285 تا 1288. او مجلس را به توپ بست، اما خودش را تاریخ به توپ بست. و آخرین شاه قاجار، احمد شاه قاجار، مدت حکومت 16 سال، از سال 1327 تا 1344 قمری و سال شمسی هم از 1288 تا 1304. آخرین پادشاه قاجار، پسرکی که حدود 12 سالگی شاه ایران شد، ولی سرنوشت غم‌انگیزش این شد که در پاریس بمیرد، بی آنکه بداند تاجش از دست رفته. پهلوی‌ها. رضا شاه پهلوی، مدت حکومت 16 سال، از سال 1304 تا 1320. او ایران را از قاجار گرفت و با مشت آهنین وارد قرن جدید کرد. مدارس را ساخت، ارتش را نو کرد، اما استبدادش همچنان بوی قدیم میداد. و آخرین شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، مدت حکومت 37 سال، از سال 1320 تا 1357 شمسی. پادشاهی که از تبعید پدر برخاست، کشور را مدرن کرد، اما از دل ملت فاصله گرفت و در نهایت تاجی که با کودتا آمده بود با انقلاب رفت. و سکه های سال 1357 به بعد که متعلق به دوران جمهوری اسلامی ایران هستند.